خب این درمانش چجوریه؟ چقدر هزینه داره؟ کجا باید درمان بشه؟ برم آمریکا یا آلمان؟ آمریکا، خب نیویورک. نیویورک. این دکترات از من گرفتم، اونجا باید درمان بشم. خب چقدر هزینهشه؟ هزینه درمانش دکترم که رابط من و اروپاییه گفت اولوش 5 میلیارد هزینه میشه. 5 میلیارد. آره کم میشه، صفر میشه اینا مثلا. اونا شلتر میشه. آره میگن که به گلبول قرمز تماثر کرده، اینجا تو آزمایش ها معلوم میشه. دیگه گفته باید پیوند مغزوس بخون بزنیم، درست میشه اگه پیوند مغزوس. نه سرایت نمیکنه اصلا. جنسشون چیه؟ سفته، مثل ناخونه تقریبا، درسته؟ حالت شاخ مدله. ساق پات هم هست بس. یکی از انگشتاتو کندی کلا؟ یه انگشت کوچیکه رو خودت کندی؟ نه بابا، با سیمچین؟ ای بابا مجبور بودم، یا میشکست ایزگی